بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، خب ما و شما در موضوعاتی که در سوره بقره خواندیم که یکی از موضوعاتش در سوره بقره موضوع خلافت آدم علیه السلام بود که من حیث خلیفه در زمین معرفی شد. موضوع دومی که حال ما و شما میخوانیم خلافت بنی اسرائیل هست که بنی اسرائیل وقتی الله متعال خلافت نصیب کرد اسباب ناکامیشان چی بود و علتهایی که این خلافت از بنی اسرائیل به بنی اسماعیل انتقال کرد. خب حال در اینجا چند موضوع هست. اول دعوت بنی اسرائیل به قبولی اسلام از آیت 20 الی 26 است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اول در سوره بقره آیات قرآن بر ما بیان میکنه که بنی اسرائیل الله متعال حتی در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم شد بر از اینا از جانب الله که اینا باید دعوت رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول بکنن و عهدهایی که اینا کرده بودن باید به این عهدها وفا میکردن. اولش حکم به وفا به عهد با یاددهی نعمتها. الله متعال برای بنی اسرائیل نعمتها را به یاد میده که یا بنی اسرائیل ای فرزندان یعقوب علیه السلام اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید نعمت مرا که ما او را انعام کردم بالای شما. و اوفوا بعهدی و وفا بکنید به عهد من، اوفی بعهدکم تا ما هم وفا بکنم به عهد شما و ایای فرهبون و از ما بترسید. اینجا الله متعال برای بنی اسرائیل بسیار خوب خطاب میکنه، نمیگه که یهود گوساله پرستا انسان هایی که حتی یک تعداد یهودیا و قالت الیهود عزیر ابن الله ای مشرکین. الله متعال اینا را باز دعوت میکنه با لفظ خوبی که اگر اینا به یاد بیاره که ما خو اولاده یعقوب علیه السلام هستیم، با لقب بسیار خوب اینا را دعوت میکنه ای بنی اسرائیل اولاده یعقوب علیه السلام که شما پیغمبر زاده ها هستین، شما یاد کنید نعمت های الله را که الله برای شما چی نعمت ها را داد. نعمت های زیادی برای شما داد و از اون جمله این بود که بنی اسرائیل خلافت زمین بر از اینا داده شده بود. و داوود علیه السلام الله متعال میگه یا داوود و انا جعلناک خلیفة فی الارض، ای داود ما تو را خلیفه در زمین گردانیدیم. و باز بعد از او و ورثه سلیمان، باز بعد از او ارث به سلیمان میرسه و خلافت سلیمان علیه السلام خواهین بالای انسان ها و جن ها. این بسیار چیزهایی است که در درس های بعدی میآید. الله متعال بر از اینا میگه که شما وفا بکنید به عهدتان. باز دومی برشان حکم میکنه که بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیارین و آمینو و ایمان بیاورین به ما انزلت و به آنچه که نازل کردم مصدقا لما معکم، که امی قرآن تصدیق کننده هست به مو اعتقادات توحیدی که در کتابهای قبلی بود که شما او را تحریف نکرده بودین، و به ایمان با پیغمبر آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر، یا کلش در قرآن عظیم شان اینا کلش تایید از اونا هست. ولا تکونوا اول کافر به، و شما نخستین کافر به این نشین. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا، و با آیات ما در مقابل ازی آیات کلام الله را بس پول یا ارزش
اندک دنیایی نفروشین و ایای فتقون، الله میگه از من بترسین. سوم حکم میکنه که بر از اینا که شما بین حق و باطل التباس نکنین. شما علما هستین، دانشمندا هستین، احبار هستین، رهبان هستین، از کتاب تورات، انجیل، از اینا با خبر هستین، از صفات پیغمبر با خبر هستین. ولا تلبسوا الحق بالباطل، شما کت نکنین حق با باطل. و تکتم الحق، و در حالی که شما حق میپوشین و انتم تعلمون، در حالی که خوب شما میفهمین. دیگه برشان حکم میشه که به ادای شعائر ایمانی که شما اقامه نماز بکنین و اقیم الصلاه و آتوا الزکات، شما نماز بخوانین، روزه بتین، روزه بگیرین، اقیم الصلاه و آتوا الزکات، زکات بتین، ورکعوا مع الراکعین، و به همراه رکوع کننده ها رکوع کنین، و اقیم الصلاه و اقامه نماز بکنین، یعنی خودتان هم نماز بخوانین، دیگران را هم به توحید عبادت، به اقامه نماز، اقامه احکام الله، اقامه عبادات بدنی و آتوا الزکات، از زکات عبادت‌های بدنی را بکنین، ورکعوا مع الراکعین، و به همراه جماعت مسلمان ها مؤمنین موحدین ایمان بیارین و تسلیم شوین. پنجمی حکم به تطبیق احکام به خود، بالای خود شما علما هستین. مشکل چی است که الله متعال برشان میگه که شما خودتان عالم هستین و خدا عالم و دانشمند میگیرین، خدا اهل کتاب میگیرین، خدا اولادی پیغمبران میگیرین. اتأمرون الناس بالبر، آیا مردم شما امر میکنین به نیکی، و تنسون انفسکم، و شما نفسای خود فراموش میکنین، و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما کتاب تلاوت میکنین. افلا تعقلون، چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟ دیگه برشان حکم ششمی است که حکم به استعانت به صبر و نماز. الله متعال میگه واستعینوا بالصبر والصلاه، استعانت با نماز با صبر بکنین، با نماز. یعنی وقتی که براتون مشکلات و چیزها میاد، شما صبر بکنین و نماز بخواین. و انها لکبیره الا علی الخاشعین، درست است این صبر و این نماز بسیار بزرگ هستند مگر بالای خشوع کنندگان، الذین، کسانی که یظنون، یعنی عقیده دارن، باور دارن که انهم ملاق ربهم، که اینا با رب خود ملاقات میکنن، و انهم الیه راجعون، و به سوی او رجوع میکنن. موضوع دومی که برای بنی اسرائیل گفته میشه بیان نعمت و نصرت الهی به خاطر اقامه خلافت اسلامی در زمین. یعنی بر ازرا میگه که وقتی شما نظام الله را در زمین الله، پیغمبرایی که آمدن، موسی علیه السلام، داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، دیگه پیغمبرایی که اینا بودن، اینا وقتی که از ابراهیم علیه السلام که شروع شد، که ابراهیم علیه السلام من حیث خلیفه الله در زمین الله، و بعد از او به یعقوب علیه السلام، و یعقوب علیه السلام این قسم یوسف علیه السلام، یوسف علیه السلام مثلا در مصر نظام اسلام تطبیق کرد، و همین قسم موسی علیه السلام و دیگران. پس اینجا برشانی رو یاددهی میده از آیت 47 تا 62. اول فضیلت الهی در تقدیم خلافت به آنان نسبت به دیگر عالمیان. یعنی بر شما چی فضیلت داده شد؟ برای بنی اسرائیل چی فضیلت داده شده بود که به دیگر داده نشده بود؟ خلافت در بنی اسرائیل بود. موسی علیه السلام در بنی اسرائیل بود، داوود علیه السلام در بنی اسرائیل بود، یعقوب علیه السلام خودش عبدالله اسرائیل لقب یعقوب علیه السلام است. به این شکل الله متعال میگه که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل شما یاد کنین نعمت من که بر شما نعمت کردم، و انی فضلتکم علی العالمین، شما را فضیلت دادم نسبت به دیگر عالمیان، شما را در بین کل از اینا، بس بین شما پیغمبر آمدن، و هر پیغمبر از آدم علیه السلام که شروع شده بود، بعد از هر پیغمبر همین قسم سلسله انبیا وقتی که میان، همین قسم که خلافت الله برای آدم علیه السلام اعلان کرد، بر از اینا هم میرسه که یا داوود و انا جعلناک خلیفة فی الارض و ورثه سلیمان، با سلیمان باز وارث از این میشه، همین قسم آمده میرن. پس این فضیلت بر شما. واتقوا یوما، و شما بترسین از روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، که هیچ نفس از مقابل نفس دیگر این مجازات نمیشه، و لا یقبل منها شفاعه، شفاعت هم قبول نمیشه، و لا یؤخذ منها عدل، از این مثلا از این عدل عوضی هم گرفته نمیشه، ولا هم ینصرون، نصرت هم نمیشه. یعنی کسی که کافر شوه، بیدین شوه، مرتد شوه، این چهار چیز هیچ کس از او دفاع کردن نمیتونه.
شفاعت حتی پیغمبرها در حق کافر قبول نمیشه، به عوض کافر کسی دیگه در دوزخ انداخته نمیشه و به کافر نصرت هم نمیشه. شما میفهمین این گپا، شما خو اهل کتاب هستین. دیگه بیان نصرت الهی در نجاتشان از فرعونی ها ببینیم که وقتی موسی علیه السلام اقامه خلافت اسلام در زمین الله کرد، در مقابل سمبول ظلم که زور بود و زر بود و تزویر بود. مثلا زور یعنی سمبول چی بوده که یعنی دیکتاتوری سیاسی که فرعون داشت و دیکتاتوری اقتصادی که چیزاش قارون داشت، و بلعام باعور که مردم فریب میداد، سمبول تزویر بود و برای مردم غلط فهمی میکرد. و موسی علیه السلام تمام این زورگرا و تمام ستمکارا و اینها را از بین برد و الله متعال شما را و اذ نجیناکم من آل فرعون، از لشکر فرعون که بسیار قوی بود، شما را الله نجات داد. الله میگه ما با قدرت خود و عظمت خود متوجه باشین. وقتی که الله متعال ضمیر جمع برای خود استعمال میکنه، یعنی در جایی که توحید است ضمیر مفرد استعمال میشه. مثلا الله سبحانه و تعالی در جایی که توحید باشه مفرد میگه قل هو الله احد، هو مفرد است. الله الصمد لم یلد، اینجا ضمیر مفرد است. ولم یولد ولم یکن له، ده کلش ضمایر پت هست. ضمایر مستتر هم اگر است کلش برای مفرد است، چون اینجا توحید ذکر میشه. اما در جایی که الله قدرت و عظمت و بزرگی خود بیان میکنه، باز برای ذات با عظمت خود ضمیر جمع استعمال میکنه. اینجا الله قدرت خود برای زنان نشان میتوان، میگه که و اذ و هنگامی که نجیناکم، ما شما را نجات دادیم با قدرت خود و با عظمت خود، من آل فرعون، از لشکریان و دار و دسته فرعون. فرعونی که طاغوت بسیار خطرناک بود و لشکر طاغوتی ازی که بسیار خطرناک بود، از این ما شما را نجات دادیم. یا را به یاد نمیرین یسومونکم سوء العذاب، شما را به سخت‌ترین عذاب بر شما میچشاندن. پسرایتان را یذبحون ابناءکم، فرزندایتان از ذبح میکرد در وقت ولادتشان که نو تولد میشد. و یستحیون نساءکم، و خانمها و دخترای شما را نگاه میکرد برای بردگی و برای کنیزی و برای خدمتگزاری و به این چیزها. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، در یک بسیار امتحان بزرگی از جانب پروردگار شما بود. شما ایره چرا به یاد نمیرین؟ باز الله متعال سوم بیان نصرت های الهی در شکافتن بحر برشان میگه که ای بنی اسرائیل، وقتی که شما حکم الله را با همراه موسی علیه السلام تطبیق میکردین، بحر بر شما شکافته شد، نجات و غرق دشمنا شما نجات پیدا کردین و دشمنا غرق شد. و اذ فرقنا بكم البحر، و هنگامی که برای شما فرق کردیم، جدا کردیم، دو توته کردیم بحر را، همین بحر قلزم که حالا به نام بحر احمر میگن، بحر سرخ که میگن، این بحر دو توته شد. فانجیناکم، باز شما را نجات دادیم. و اغرقنا آل فرعون، و ما غرق کردیم لشکر فرعون را. و انتم تنظرون، و شما با چشمایتان میدیدین. چهارم بیان نعمت عفو بعد از ارتداد ظلم. همون وقت شما مرتد شدین و ظلم کردین، پس الله متعال شما را عفو کرد. و اذ وعدنا موسی 40 لیله، وقتی که بر موسی علیه السلام 40 شب او را وعده کردیم. موسی علیه السلام رفت به طرف طور تا ای که مثلا حکم الله را بیارم. ثم اتخذتم العجل، بعد از شما گوساله را به پرستش گرفتین. من بعده، بعد از موسی علیه السلام، و انتم ظالمون، و شما ظالما هستین. ثم عفونا عنکم، الله میگه سعی کنین بعد از اون باز ما شما را عفو کردم، با وجود از اینکه در ارتداد داخل شدین، در کفر داخل شدین، در گوساله پرستی داخل شدین، شما را عفو کردم. من بعد ذلک لعلکم تشکرون، شاید که شما شکرگزاری بکنین. پنجم بیان نعمت هدایت در ازنا میگه. ببینید که و اذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون، این بزرگ نعمت بسیار بزرگ بود که ما بر موسی علیه السلام کتاب تورات دادیم، کتابی که فرق کننده بود برش بین حق و باطل. لعلکم تهتدون، شاید که شما هدایت شوین. ششم بیان نعمت پذیرش توبه. الله متعال میگه که وقتی شما توبه کردین، و اذ قال موسی لقومه، وقتی که موسی برای قومش گفت که یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، شما ظلم کردین با نفسایتان، به اتخاذکم العجل، با گرفتن گوساله به عبادت.
فتوبوا الی بارئکم، شما به ذات باری یعنی الله سبحانه و تعالی توبه بکنین. فاقتلوا انفسکم، توبه یهودیان این بود بنی اسرائیل که اینا یکی دیگه خود قتل بکنن. ذالکم خیر لکم، ای بر شما خیر است. عند بارئکم، به نزد پروردگارتان. فتاب علیکم، تا توبه شما را قبول بکنه. انه هو التواب الرحیم، بیشک الله بسیار پذیرنده توبه و مهربان است. هفتمی چیزی که بر از اینا ذکر میکنه بیان نعمت زنده نمودن بعد از مرگ یک تعداد از اینا. وقتی که الله اینا را هلاک کرد، دوباره موسی علیه السلام دعا کرد و اذ قلتم یا موسی، یاد کنین وقتی که شما گفتین که ای موسی علیه السلام لن نؤمن لک، ما به تو ایمان نمیاریم حتی نر الله جهره، تا زمانی که ما الله را به شکل جهری نبینیم. تا وقتی که ما الله را جهری نبینیم ما ایمان نمیاریم. وقتی که اینا این گپ گفتن چی شد؟ فاخذتکم الصاعقه، باز شما را صاعقه گرفت. صاعقه چی است؟ امو عذاب آسمانی آمد و بالای شما نازل شد. و انتم تنظرون، و شما به چشمهایتان میدیدین. ثم بعثناکم، باز الله متعال میگه پس شما را در این دنیا دوباره بعد از مرگ زنده ساختیم. من بعد موتکم، بعد از مردن شما. لعلکم تشکرون، شاید که شما شکرگزاری بکنین. هشتم بیان نعمتهای ابر، من و سلوا. الله متعال بر از در امو صحرای سینا، صحرایی که بسیار گرم بود، ابرها را نازل کرد، من و سلوا را نازل کرد. الله متعال میگه و ظللنا علیکم الغمام. ببینید چقدر بر شما نعمت ها داده شد، شما کفران همه را میکنین و آل آمدین با آخری پیغمبرم کافر میشین. و ظللنا علیکم الغمام، ابرها را مثل مظله یا مثل چتری بر شما چتری گشتاندیم که شما را از حرارت و گپاه نگهداری بکنه. و انزلنا علیکم المن و سلوا، و با قدرت و عظمت خود برای شما من و سلوا را روان کردیم. من و سلوا یعنی چی بودن؟ یک تعداد پرنده های کباب شدن، کباب پرنده ها و همین قسم سلوا، نوشابه های بسیار خوب یا را برای شما از جانب الله می آمد بدون زحمت و بدون مشکلات. کلوا من طیبات ما رزقناکم، الله متعال برتان گفت که بخورین آنچه که برتان رزق کردیم. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، الله میگه اینا بر ما ظلم نکردن، اینا بر نفسهای خود ظلم کردن. نومی بیان نعمت مسکن گزینی و نجات از سختی های صحرا. الله متعال میگه که بر شما چی کردیم؟ و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، باز بر شما گفتیم داخل شوین این قریه. فکلوا منها حیث شئتم رغدا، در اینجا هر جایی که خواسته باشین هر چیز بخورین. لکن وادخلوا الباب سجدا، لکن وقتی که در دروازه قریه داخل میشین سجده کنان، با عبادت، با ایمان، با تقوا داخل شوین. و قولوا و بگوین حتتون، بگوین که ما از الله مغفرت گناه های خود میخواهیم. نغفر لکم خطایاکم، تا ما ببخشیم گناه های شما را. و سنزید، و زیاد میکنیم برای مؤمنین. لکن شما چی کردین شما بنی اسرائیل؟ فبدل الذین ظلموا قولا، پس تبدیل کردن کسایی که ظالم بودن همین قولی که الله برای اینا گفته بود که شما استغفار کنین، توبه کنین، حتی بگوین غیر الذی قیل لهم، غیر از کلمات دیگه را گفتن بیهوده. فانزلنا، باز میگه الله متعال میگه پس نازل کردیم علی الذین ظلموا رجزا من السماء، باز این به خاطر چی شد؟ عذاب آسمان به ما کانوا یفسقون، به خاطر از اینکه اینا فاسق شدن یعنی خارج شدن از اطاعت الله. دومی چیزی که بر از اینا بیان میکنه نعمت‌های 12 چشمه هست در صحرای سوزان. من بود، سلوا بود، ابرها بود، با بود شما چشمه خواستین، آب خواستین. الله متعال میگه و اذ استسقى موسی لقومه، وقتی که موسی علیه السلام استسقا کرد، دعا کرد، طلب باران، طلب آب کرد موسی علیه السلام. فقل نضرب بعصاک الحجر، الله متعال میگه ما برش گفتیم که با سنگ بزن. فانفجرت منه 12 عینا، میگه از این انفجار کرد 12 چشمه. قد علم کل اناس مشربهم، هر مردم امو مکانهای آب نوشیشن میفهمی، هر کس میفهمی چشمه از ما هست، این چشمه از ما هست. 12 طایفه بودن، 12 چشمه یعنی 12 سبت میگفتن اینا را. پس برای اینا 12 چشمه که در اونجا بین یکی دیگه اختان باز جنجال نکنین. کلوا بخورین و اشربوا من رزق الله، و بنوشین از رزق الله. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در زمین مفسدان نباشین. اینا وقتی که اینا این کارا را برشان این نعمت ها داده شد، یا در مقابل از این ناسپاسی کردن.
هر وقتی که برشان الله نعمت میداد اینا کفران نعمت میکردن، وقتی که درس ایمان دادن پیغمبر میداد اینا بیمانی میکردن و به طرف کفر میرفتن. آل نتایج امین ناسپاسی و ناشکری از این نعمت ها دمون وقت چی شد برازیم؟ اول ذلت و خاری شد، مسکنت و فقر شد و غضب الهی برشان. سه چیز بر از آمد: ذلیل و خوار شدن، فقر و مسکین شدن و غضب الله هم سر از اینا داخل شد. این الله متعال میگه و اذ قلتم یا موسی، سعی کنید بیادبی شما را برای یک نفر شما بیارین، برای یک کس کباب بیارین، خوب کباب و نوشابه های خوبی جسر میز برش بارین، این بگه برو برای من یک چی بیار، مولی سرخک ناوردی، اینه برای من گندنه ناوردی، اینه برای من گشنیش ناوردی. این نعمت هایی که از آسمان بر تو نعمت های الهی میرسه با چی لذت و مزه و با کدام حالت شما قرار دارین. یا چی کردن؟ کفران نعمت کردن. و از قلتم یا موسی، گفتین که یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، گفتن ما با یک طعام کفایت نمیکنیم، این کباب چی هست؟ فدع لنا ربک یخرج لنا، دعا بکو بر ربت که بر ما بیرون کنه مما تنبت الارض، از چیزهایی که زمین خارج میکنن، من بقلها، از سبزیجات و فومها و سید و عدسها، و عدس امی دال، این دال خوران، و بصلها و پیاز. قال موسی علیه السلام گفت اتستبدلون الذی هو ادنی، آیا شما تبدیل میکنین اون چیزی که بسیار ادنا هست؟ این دال است که دال 1 کیلویش مثلا چقدر ارزش داره؟ 40 افغانی میشه. گوشت کباب و کبابای بسیار عالی که مرغ‌هایی که مثلا برای یک نفر مرغ‌های بسیار همونطور صحرایی لوکس کباب شوا و سبحان الله، این بر انسان به شما میفهمید قیمت از چیست؟ یک خوراک از این 2-3 هزار روپیه در هتل‌های بسیار لوکس، در هتل‌های بسیار لوکس یافت نمیشه. اتستبدلون الذی هو ادنی، آیا شما تبدیل میکنین این چیزهای دنی یعنی کم ارزش و ارزان قیمت بالذی، به اون چیزی که بسیار هو خیر و بسیار بهتر است، لوکس است، زیبا هست، در هتل‌های 5 استار قسم غذاهای از کدام این لوکس است. این چیز که شما آمدین دال و سیر و پیاز طلب میکنین. اهبطوا مصر، بالاخره موسی علیه السلام برشان گفت که خیب حکم الله هست، برین در مصر پایان شوین و ان لکم ما سألتم، باز در شما در اون جهان چیزی که بخواین هست. و ضربت، و الله متعال میگه که بالای از اینا زده شد چی؟ علیهم، بالایشان، الذلت و ذلیل شدن، و المسکنت و خواری، ذلیل و خوار شدن، و با او به غضب من الله، این در مقابل این ناسپاسی ها چی شدن؟ به غضب الله گشتن. چرا؟ ذالک بانهم، به خاطر از اینکه اینها پدرای از اینا، آلیا که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن این کارا را میکنن، پدرای از یا جنایت های بزرگ کردن. ذالک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله، با آیات الله اینا کافر میشن. مثل امروز که ما شما میبینیم این کسایی که ادعا میکنن که ما بنی اسرائیل هستیم، امروز سر فلسطین، سر مسلمان ها، سر بیچاره ها غذا، آب، خوراک و تمام چیزها را بند کردن. به این اندازه جنایت. یا امو اولادای اونمو کسایی هستن که یقتلون النبیین، پیغمبرها را میکشتن بغیر الحق، بغیر حق. ذلك بما عصوا و كانوا یعتدون، این به خاطر از اینکه اینا معصیت میکردن و تجاوز میکردن. این عادتی از اینا هست. اما الله متعال میگه که نتایج ایمانداری چی هست؟ یعنی اگر کس ایمان بیاره و حق قبول بکنه، الله متعال میگه ان الذين آمنوا، اما برعکس شما کسانی که ایمان آوردن، و الذين، و کسانی که هادو یعنی برگشتن به طرف حق. هادو اینجا به معنای برگشتن است، یعنی یهود بیدین نه، بلکه به طرف هدایت برگشتن. و نصارا، و کسایی که نصرانی شدن، و صابین، و کسایی که صابی بودن، صابعه میگفتن. از اینا هم اگر کسایی در بین از اینا من آمنه، اوتو نیست که کس یهود باشه یا نصاری باشه یا صابی باشه یا دیندار است. الله متعال میگه من او کسایی از این جمله از اینا، کسی که ایمان به الله آورده باشه، شرک و کفر نکرده باشه، سه خدایی و سه بت گپا رو جور نکرده باشه، عزیر ابن الله و مسیح ابن الله نگفته باشه، و الیوم الاخر، به روز آخرت ایمان داشته باشه، و عمل صالحا، و اعمال صالحه مطابق شریعت بکنن، نه ای که قتل و جنایت و ظلم و خیانت و پیغمبر کشی بکنن. اینه اگر کسی ایمان واقعی داشته باشه، نامهایش مهم نیست، به هر نامی که باشه، به هر اصطلاحی که باشه، در بین یهود باشه، در بین نصارا باشه، در بین صابعه باشه، این نامها هست. لکن اصل
چی هست؟ ایمان به الله، ایمان به آخرت و اعمال صالحه هست. اگر شما ایده داشته باشین، ایده هر کس داشت، فلهم اجرهم عند ربهم، باز اجر از اینا پیش ربشان است. ولا خوف علیهم، بالا از اینا خوف هم نیست، ولا هم یحزنون، بر از اینا جگرخون هم نمی باشه. موضوع سوم که است از آیت 63 شروع میشه تا 135. این موضوع دیگه است. او چی است؟ اسباب انتقال خلافت از بنی اسرائیل. چرا از بنی اسرائیل خلافت گرفته شد و به بنی اسماعیل داده شد؟ چرا اینا از پیشان خلافت گرفته شد؟ الله متعال میگه که خلافت زمین، خلیفه در زمین، الله کسایی را میگردونه که صفات بسیار عالی داشته باشه. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذين ان مكناهم في الارض، وقتی که امکانات در زمین برشان بتیم، اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، یعنی صفات عالی را داشته باشن که اونا با صفات اینا میگن که دیگه پیغمبرها مثلا ابراهیم علیه السلام داشت، رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت. اما آل که ای بنی اسرائیل چی کردن که از اینا خلافت الله گرفته شد؟ این اسبابش بیان میکنه. سبب اولیش چی است؟ رویگردانی از احکام و تعهدات الهی. چی کردن؟ اینا با الله تعهد کردن، مثل که ما و شما کلمه لا اله الا الله میخوانیم که الله تعهد میکنیم که یا الله بغیر از ذات تو کس دیگر عبادت نمیکنم، بغیر از شریعت تو قانون کس دیگر اطاعت نمیکنم و بغیر از طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقی دیگر ما متابعت نمیکنم. همین تعهداتی که در کلمه اینا داشتن، این تعهدات شکستاندن. و اذ اخذنا میثاقکم، این عهد شکنی نتیجه زیر میشه. و اذ اخذنا میثاقکم، و وقتی که ما گرفتیم میثاق از شما عهد پیمانتان را و فرفعنا فوقکم الطور. امو وقت هم امی تعهد با آسانی نمیکردن، این قسم خبیث مردم بودن. امو وقت هم الله متعال کوه طور در بالای سر از اینا قرار داد و اینا او وقت باز تسلیم شدن. و اذ ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم، الله برشان گفت که بگیرین آنچه که بر شما دادیم به قوت، با قوت، و اذکروا ما فیه، و یاد کنین آنچه که بر شما داده شده هست، آنچه در بین آن هست، لعلکم تتقون، شاید که شما تقوا بکنین. لکن شما چی کردین؟ عهد کردین، ثم تولیتم من بعد ذلک، بعد از این از عهدتان برگشتین، رفتین پیروی از طواغیت کردین، احبارتان طاغوت گشت، علمایتان طاغوت گشت، رهبانتان طاغوت گشت. پس شما اونا خیسن بر شما فتواهای ضد دین دادن، شما از اونا اطاعت کردین. و پادشاهایتان و کلانایتان اینا خیستن طاغوت شدن، به عوض شریعت الله قوانین دیگر را آوردن تطبیق کردن. شما چی کردین؟ از حق برگشتین. ثم تولیتم من بعد ذلک، شما باز از شریعت موسی علیه السلام، از احکام تورات روی گشتاندین. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، با وجود ازی اگر فضل و رحمت الله نمیبود شما از خاسرین بودین. پس یکی از اسباب ای که خلافت از بنی اسرائیل گرفته شد چی بود؟ عهد شکنی با کی؟ با الله و رسولش. و از این انسان باید بسیار احتیاط بکنم و بالاخره انسان به هلاکت میرسه. سبب دومی چی بود؟ تجاوز بر احکام الهی. الله متعال میگه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، شما دیدین کسایی را که از بین شما در روز شنبه تجاوز کردن. در شریعت موسی علیه السلام یا در شریعت از اونها که میگفتن روز سبت اینا برشان اجازه نبود که اینا ماهیگیری بکنن. یک امتحان بود، 6 روز هفته ماهیگیری بکن، یک روز به خاطر رضایت الله ترک بکن. ولقد علمتم، الله میگه ببینین اینا تجاوز کردن و حکم الله را شکستاندن. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، میگه شما دیدین دانستید کسایی از شما که اعتدا کردن، تجاوز کردن در روز شنبه. فقلنا لهم، برشان گفتیم ما با قدرت و عظمت خود کونوا قردة خاسئین، شادی شوین، شادی های ذلیل شوین. 3 روز نگه زنده بودن، هلاک شدن. فجعلناها، باز میگه امی شادی شدن از اینا و هلاک شدن از اینا را الله متعال میگه نکالا لما بین یدیها و ما خلفها، این عقوبت برای کسایی که پیش روی از اینا بودن و کسایی که بعد از اینا میگه که ببینن که اگر غضب الله نازل شد باز این قسم هلاک میکنن. و موعظه، و این یک موعظه هست، پند است برای کی؟ برای متقی ها. سبب سوم چی است؟
مشاجرات و فلسفه گویی ها در قبول حکم. این انسان های بیدین بنی اسرائیل چی میکردن؟ همیشه فلسفه میگفتن و مشاجره میکردن و قیل و قال میکردن. چرا نماز ایتر است، چرا روزه ای قسم است، چرا حج قسم است، چرا این قسم است، همین چرا انتقادات سر حکم الله. او برادر، این حکم الله هست. وقتی که الله حکم کرد آمنا و سلمنا، نه اینی مشاجرات سبب چی شد؟ سبب دیگه شد که اینا از مسند خلافت پایین بفتن و از پیش از اینا دور شوند. الله متعال میگه و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. یک مشکل پیدا کردن، یک کسی خیس مثلا کسی را قتل کرد، حالا میخوان قاتل پیدا بکنن. آمدن پیش موسی علیه السلام که موسی علیه السلام برشان گفت که گفتن موسی علیه السلام بر ما یک چیز کو همین قاتل از نشان بده. آل موسی علیه السلام برشان گفت که امیگه که شما میخواین پرستش بکنین امیره بکشین. شما به این عقیده دارین اینو نابود کنین که نباشه این مشکلتان حل میشه. یعنی بسیاری وقتا چه خوب موسی علیه السلام برشان با حکم الله چه خوب یک دارن نشان داد. یعنی اونا فکر میکردن که این مشکلات ما را گوساله و این گاو حل میکنن. موسی علیه السلام گفت همین گاو بکشین مشکلتان حل میشه. بکشین میشه معبود خدا بکشین. موسی علیه السلام گفت بکشین نشان ای به درد نمیخوره، من پیغمبر الله هستم، الله هست که براتون مشکلاتتان حل میکنه، همین مشکلتان حل میشه. و اذ قال موسی لقوم ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. وقتی که موسی علیه السلام این قسم گفت اینا به آمدن تو پیغمبر الله هستی. ببینید مشکله آمدن که تو پیغمبر الله هستی و تو برای ما همین مشکل حل بکن. خب ما ایمان داریم و تو را قبول داریم به پیغمبری و همه چیز. آل موسی علیه السلام وقتی که برشان حق میگن چی میگن؟ اتتخذنا هزوا. این بیادبی در مقابل پیغمبر. گفتن تو ما را به مسخرگی میگیری؟ آیا یک پیغمبر معصوم و یا جانشین پیغمبر معصوم استهزاء و رشخندی و حماقت و لودگی و الفاظ زشت استعمال میکنن؟ نه ابدا. موسی علیه السلام پیغمبر است و معصوم است و این جاهلا میخیزن برای پیغمبر معصوم الفاظ زشت استعمال میکنن که تو ما رو به استهزاء میگیریم. قال میگه موسی علیه السلام فاعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. من با پناه الله پناه میبرم که من از جمله جاهلا باشم، بالای کس استهزاء بکنم. من یک واقعیت بر شما گفتم، شما این کارا بکنین. خب بازی آمدن ایوازی که خودشون دعا بکنن طلب بکنن، آمدن گفتن که ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی، برای ما بیان بکن. آن موسی علیه السلام گفت برین همین گوساله را که پرستش میکنین، همین گوساله پرست هستین و همیشه گوساله پرستان چی میکنن با گوساله؟ خب برین یک دونه گاو بگیرین بیارین بکشین. یا فلسفه را شروع کردن. قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی. این چه قسم است گوساله؟ قال انه یقول انها بقره. آل موسی علیه السلام برش میگه یک گاو است لا فارض و بکر، نه بسیار جوانه هست و نه بسیار چی کونه سال. اوان بین ذالک متوسط است. ففعلوا ما تؤمرون. برین دیگه زیاد جنجال نکنین، امیر انجام بدین. باز اینا گفتن نه نمیشه. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. حالا بیا بر ما رنگش بگو. انا لله و انا الیه راجعون. خب برین یک گوساله که نیمه متوسط است بگیرین، خلاص نه رنگش بر ما تعیین. این قیل و قال است. دیدین تا امیاله که مثلا ما درس میدیم بسیاری وقتا درس‌ها یگان تا بیدین که ببینید اینا دیگه قیل و قال فلسفه گویی که چرا اوترس او چرا اوترس پیغمبر چرا 11 هم سر گرفته، چرا مثلا پیغمبر فلانی چرا براش حکم شد که امر عزیز ازدواج بکنه و چرا قرآن به عرب ها آمده، چرا به این مشاجرات این بنی اسرائیل و لعنت الله سرشان نازل میشه. خب قال موسی علیه السلام دید که حالا کبرایشان چی میگه؟ قال انه یقول گفت ان الله میگه که انها بقره صفرا، یک گاو زرد است. چون زیادتر شما میگه زرد زیاد عبادت میکنین، برین همین رو بکشین. فاقع لونها، رنگشان خوب روشن است. تصر الناظر که کسی ببینش خوشش میاد، خوب رنگ روشن داره. رفتن ذبح کردن، نه باز آمدن باز چی گپ است؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی. برای ما بگو که چه قسم است میگه و خوب سهم برای ما معلوم کن. ان البقره تشابه علینا. این برای ما بیخی مشابه شده. حالا ما کدام گوساله زرد کدام زرد بگیریم کل و اینا ان شاء الله لمهتدون. باز ما ان شاء الله هدایت میشیم. قال موسی علیه السلام گفت که انه یقول انها بقره لا ذلول تثیر الارض. گاو است که نه بسیار ذلیل شده که این زمین چی کرده باشن؟
زمین قلبه کرده باشه. ولا تسقل الحرث، بعض گواه هستن که از او در آبیاری زمین ها استفاده میکنه یا در قلبه این گوی کارا را نکرده، از این خاطر در پوستش امور لکه ها و داغ ها یا نیست. لا شیعت فیها، هیچ لکه و داغ در وجودش نیست. قالوا سکو، حالا چی میگن؟ سکو بیادبی دیگر در مقابل پیغمبر. الان جئت بالحق، موسی علیه السلام از اول حق گفته بود براتان، نه یعنی تابال تو الله، این بیادبی هست. متوجه هستین؟ الله بر ما و شما میگه که خودم مثلی بنی اسرائیل وار به ادب نسازین، در غیر از او مرتد میشین، کافر میشین، همه چیز از پیش شما گرفته میشه. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها، باز را ذبح کردن و ما کادوا یفعلون، نبودن که این کارا بکنن، نزدیک نبود که کارا بکنن. الله متعال میگه که و اذ قتلتم نفسا، وقتی که شما قتل کردین یک شخصی را، فدارأتم فیها، باز در باری ازی در اختلاف افتادین. والله مخرج ما کنتم تکتمون، الله آنچه که شما میپوشانین او را بیرون میکنه. فقلنا اضربوه ببعضها، الله متعال میگه برشان گفتیم که این توسط بعض توته های گوشتی اونمو بزنین امی مقتول. ببینین قدرت الله را. شما ایمان به چی دارین؟ به گوساله دارین. گوساله مرد، کشته شد، از بین رفت، نه روح داره نه حرکت کرده میتونه. اول قدرت الله را سعی کنین که از گوشت مردی از او این مرده دیگه را براتون چی میکنه؟ زنده میکنه، تا که شما ایمان بیارین به روز قیامت. كذلك یحیی الله الموتى، این قسم الله زنده میکنه مرده ها را. و یریکم آیاته، و نشان میده بر شما دلایل قدرتش را. لعلکم تعقلون، شاید که شما از عقلتان کار بگیرین. الله براتان دلایل نشان میده، حداقل معقولانه برخورد بکنین. خب یک سومی سبب بود. چهارمی سبب چی بود؟ اینا بسیار قساوت و سنگدلی داشتن. انسان وقتی که سنگدل میشه، قسی القلب میشه، الله متعال ایمان از قلب از او میگیره. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، باز قاسی شد، سنگدل شد قلبهای شما، یعنی قساوت کرد قلبهای شما. من بعد ذلك، بعد از امی که احکام الله و امی نعمتهای الله بر شما داده شد، و هی کالحجاره، پس این قلبهای شما مثل سنگ گشت. او اشد و قسوه، حتی از سنگ هم کده قساوتش بیشتر بود. از سنگ هم کده. چرا؟ و این من الحجاره، به خاطر بعضی سنگ ها هستن که اینا اوتو چی میشه؟ لما یتفجر منه الانهار، وقتی که حکم الله شد از اون نهرها، جویبارها از او جاری میشه. و این منها، بعضی از سنگ ها هستن لما یشقق، که این شق میشه، فیخرج منه الماء، از این آب خارج میشه. و این منها، بعضی از این سنگ ها لما یهبط من خشیت الله، از کون لول میخوره از ترس الله. و ما الله بغافل، اما شما قلبهایتان از این سنگا که هم بدتر است. الله متعال در سوره حجرات، در سوره دیگه چی میگه؟ میگه که لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ما این قرآن بالای کو نازل میکردیم، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اما انسان های کافر قبول نمیکنه. حتی همون کو میگه چی میبود؟ از ترس الله. رأیته خاشعا، بسیار خشوع میبود. متوجه هستین؟ دیگه اینجا میگه قلبهای شما از سنگ. سبب پنجمی که از اینا خلافت اسلامی گرفته شد، تحریف کلام الهی بود. اینا یک جنایت خود نبود، سعی کنین چندین جنایت کردن و این جنایت ها بالاخره ای که زیاد میشه موجب غضب الله میشه که اینا را کاملا از عمود کرسی خلافت اینا را میکشه و بالاخره انتقال میکنه خلافت از اینا، از بنی اسرائیل به بنی اسماعیل. الله متعال میگه که شما یکی سبب پنجمی که خلافت از شما گرفته شد تحریف کلام الهی بود. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، و مسلمان ها میگه که آیا شما طمع میکنین که امی بنی اسرائیل ایمان به شما بیارن؟ وقد کان فریق منهم، در حالی که یک گروهی از اینا یسمعون کلام الله، کلام الله را میشنیدن، ثم یحرفونه، باز را تحریف میکردن، تغییر میدادن الفاظ، این تحریف میکردن. من بعد ما عقلوه، بعد از اینکه خوب او را میفهمیدن، با عقل خود با فکر خود خوب میفهمیدن، و هم در حالی که اونا میدانستن عالم بودن. یعنی تحریفشان به اساس جهل نبود، تحریفشان با علم بود، لکن به اساس بیدینی. سبب ششم که اینها از مسند خلافت افتادن، منافقت و درویی بود.
چی بود منافقت؟ بنی اسرائیل منافقت شروع کردن. چه قسم؟ و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، وقتی که با مؤمنین مقابله میشدن، ملاقات میکردن، میگفتن ما ایمان آوردیم. و اذا خلا بعضهم الى بعض، وقتی که بعضشان با بعض دیگه‌اش خلوت میکنن، قالوا میگفتن اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا شما بر از اینا میگین آن چیزهایی را که الله بر شما نشان دادن، لیحاجوکم به عند ربکم، که باز به دلایل خودتان باز اونا حجت دلیل بگیرن به نزد پروردگارتان. افلا تعقلون، چرا شما از عقلتان کار نمیگیرین؟ این یهودیا درویی میکردن که باید برای مؤمنین دلایل حق نگوین. الله متعال میگه اولا یعلمون، آیا اینا نمیدانن که ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، که الله میدانه آنچه را که اینا سری میکنن یا علنی میکنن، یعنی چیزی که آشکار یا مخفی میکنن خودش میفهمن. سبب هفتمی که از پیش از اینا خلافت اسلامی گرفته شد از بنی اسرائیل، اعتماد به خواهشات نفسی جاهلانه بود. اینا به خواهشات نفسی جاهلانه خود اعتماد میکردن. یعنی بسیاری وقتا اینا ایواز از اینکه کتاب الله را و سنت پیغمبر ایره بخوانن و به او عمل بکنن، اما خواسته ها و رواج های قومی و کلتورهای پدری منهم و بعضی از اینا امیون ناخوان ها بودن که علمایش خوب عباره داشتن، عوامش چی مشکل داشت؟ امیه هایی بودن که لا یعلمون الکتاب، علم کتاب ندارن، ایش گوش نمیگیرن، درس و تعلیم یارا گوش نمیگیرن. لا یعلمون الکتاب الا امانیه، فقط امو آرزوهای خوده، چیزی که در مغز خودش هست میگه اینمی دین است، اینمی خوب است. و اینهم الا یظنون، اینا نبودن مگر که گمان میکردن. الله متعال میگفتن این جاهلایی بودن که با گمان زندگی میکردن و خود در حق میدانستن و به حق نبودن. سبب هشتمی که خلافت زنا گرفته شد تحریف کتاب الله بود. الله متعال میگه اینا در کتاب الله تحریفات و تغییرات آوردن، لفظی و معنوی. فویل للذین، الله متعال میگه پس شدت عذاب است برای کسایی که یکتبون الکتاب بایدیهم، یک کتاب نوشته میکنن، با دست خود نوشته میکنن، ثم یقولون، باز وقتی که کرد باز میگه هذا من عند الله، این از جانب الله است. این خود با دست نوشته کردی ظالم. لیشترو، چرا این کار میکنن؟ علتش الله متعال میگه به خاطر ازی که در تحریف دین علمای درباری ثمن قلیلا، ثمن قلیل میگیرن، براشان یک تعداد امتیازات از طرف کافرها داده میشه، چی امتیازات پولی باشه، چی پاسپورت باشه، چی ویزا باشه، چی چوکی باشه، چی خوراک باشه، چی امورات جنسی و ترا باشه. این پس الله متعال میگه که این کار چرا میکردن؟ این تحریفات به خاطر ازی که ثمن قلیل بگیرن، یک پول یا متاع بی ارزش. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، الله متعال میگه پس شدت عذاب است. بعضی از علما میگن که ویل کندی از کندهای دوزخ است برای از اینا، مما کتبت ایدیهم به سبب آنچه که دستایشان نوشته کرد، و ویل لهم و شدت عذاب است به سبب آنچه که اینا به دست میارن، کسب میکنن از مال و پول حرام در مقابل دین فروشی. سبب نهم ادعای دروغین است. یهودیا همیشه دروغ ادعا میکردن، کافر میشتن، نه ما کافر نیستیم، ما را کس تکفیر نکنه، شما تکفیری هستین، ما اگر در دوزخ هم بریم اول خود دوزخ نمیریم، باز اگر بریم برای یک چند روز به یک دو سه روز میریم. ببینید این ادعای دروغی هست. کسی که کافر میشه، مرتد میشه، بیدین میشه، الله سر از او جنت حرام میگردانه. و قالوا، و گفتن امی بنی اسرائیل لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، بر ما آتش نمیرسه مگر چند روز معدود. یعنی یک چند روز، اگر اول خود دوزخ نمیریم، باز که کفر کردیم و گوساله پرستی کردیم و پیغمبرها را کشتیم، یک چند روزک میریم دیگه خلاص، پس از دوزخ میبریم به جنت میریم. قل اتخذتم، الله متعال میگه به ای رسول الله صلی الله بر زمینایی که گپ میزنن، اتخذتم عند الله عهدا، آیا شما پیش الله کدام عهد گرفتین؟ فلا یخلف الله عهده، باز الله عهد خدا نمیشکنه، مخالفت نمیکنه. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا ای که شما بر الله میگین چیزهایی را که علم ندارین. سبب دومش چی بود؟ احاطه گناه ها بود که اینا بسیار در گناه ها غرق بودن، گناه میکردن که غرق بودن. بلا بله من کسب سیئتا، هر کسی که گناه بکنه
و احاطت به خطیئته، گناهش اینقدر شبه که ایره بیخی هم تو احاطه کرده، گناه هست و هیچ توبه و رجوع نیست. اولئک، پس اینا اصحاب النار، اینا اصحاب نار هستن. یعنی صاحب، مثل که صاحب یک نفر صاحب یک خانه است، خانه دائمی هست، یک نفر کرانشین است. نه گفته که اینا دمی دوزخ کرایی میشینن، در دوزخ صاحب دوزخ هستن، دمی دوزخ می باشن. هم فیها خالدون، دائم خلود، دائمی دمی دوزخ می باشن. والذین آمنوا، اما کسانی که ایمان بیاورن، توبه بکنن، بازم ببین رحمت الله را. دوزخ هم میگه الله که در مقابلش بازم راه را باز میگذاره. والذین آمنوا، اگر از بنی اسرائیل از دیگه مردم ها ایمان بیارن و اعمال صالحه بکنن، باز اولئک اصحاب الجنه، اینا باز اهل جنت میباشن و در جنت باقی میباشن. اینه که تو اولادی کی هستی، بلکه ای که ایمانت چی هست. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فاطمه رضی الله عنها گفت که یا فاطمه بنت محمد، ای فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم، اعملی لنفسک، برای نفست خودت کار بکن. انی لا اغنی عنک من الله شیئا، اگر تو ایمان و اعمال صالحه نداشته باشی من بر تو هیچ منفعت نمیکنم. که پدرت پیغمبر باشه، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. وقتی که بابدا شیشت، الله بر نوح علیه السلام گفت انه لیس من اهلک، امی پسرت که پسر اصلیت است، بچه سکیت است، کافر است. گفت لیس من اهلک. این الله متعال میگه اساس پیش الله ایمان است، اعمال صالح است. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، ولو که بچه پیغمبرم نباشین، عمل الصالحات، آقا صاحبم نباشی، اعمال ایمان داشته باشی، اعمال صالحه داشته باشی، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. شیخ الحدیث هم نباشی، شیخ التفسیر هم نباشی و بسیار تو کلان بارد بنه، یک انسان عاجز بیچاره جاهل کم فهم. لکن امو کمی که وقت توحید فهمیدی، ایمان بیاری و اعمال صالحه بکنی، الله متعال میگه اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، به این باشد. سبب 11 اعراض از احکام الله. سعی کنید چقدر یا عیب ها داشتن اینا از احکام الله اعراض کردن. چه قسم اعراض کردن؟ الله متعال میگه و اذا خذنا میثاق بنی اسرائیل، و وقتی که گرفتیم میثاق پیمان بنی اسرائیل از بنی اسرائیل، لا تعبدون الا الله. این میثاق ها بود، متوجه هستین؟ اولش عبادت نکنین بغیر از الله، میثاق اول. و بالوالدین احسانا، میثاق دوم، با مادر و پدرتان احسان بکنین. سوم میثاق و ذی القربى، به اقاربتان هم نیکی بکنین. 4 به یتیما هم احسان بکنین. 5 و المساکین، برای مسکینا هم احسان بکنین. 6 و قولوا للناس حسنا، به مردم سخنای نیک بگوین. 7 اقیموا الصلاه، اقامه نماز بکنین. و آتوا الزکات، 8 زکات بدین. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، باز روی گشتاندین الا یک تعداد کم شما. و انتم معرضون، و شما اعراض کردین، در حال که اعراض میکردین. سبب 12 چی بود؟ خونریزی و تجاوز و منزل مردم. این خونریزی. و اذا اخذنا میثاقکم، هنگامی که گرفتین پیمان شما را، لا تسفکون دماءکم، خونهایتان نریزانین، خودتان از خودتان را. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اهالی خودتانه از بنی اسرائیل از خانه‌هایشان نکشین. ثم اقررتم، بعد شما اقرار کردین. و انتم تشهدون، یعنی شما شاهد هم بودین. پس شما این عهد هم شکستان، عهد نو. سبب 11 ایمان به نصف کتاب و کفر به نصف دیگر. عهد دیگه که بر از اینا شده بود چی بود؟ که شما ایمان به کل کتاب بیارین. اینا کتاب چی کردن؟ به نصفش کتاب آوردن، به نصف کتاب دیگه ایمان نآوردن، کافر شدن. ثم انتم هؤلاء، باز شما کسانی هستین که تقتلون انفسکم، یهد شکستان، قتل کردین خودتان، که دیگه کشتین. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، و خارج میکنین بسیاری از خودتان من دیارهم، از منازلشان. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، در مقابل از اینا ظهور میکنین با گناه و تجاوز. مردمای عاجز فقیر خودتان میکشین و تجاوز میکنین. و ایاتوکم اسارا تفادوهم، بر از اینا وقتی که اسیر میامد برشان اجازه نبود که اینا فدیه بگیرن، حرام بود. اینا باز چی میگه؟ پیسه میگرفتن. و ایاتوکم اسارا، وقتی که بر شما یک اسیر میامد، تفادوهم، از او فدیه طلبی میکردین، در حالی که امی فدیه گرفتن از او محرم علیکم، حرام بود بالای شما. و هو محرم علیکم اخراجم، اصلا بیرون کردن از اینا که از اهالی خودتان بود، این بیرون کردنش از اینجا
ای حرام بود، باز فدیه گرفتنش حرام دیگه. افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، شما آیا ایمان داریم به بعضی کتاب و کافر میشین به بعضی کتاب؟ حالا مثلا پیغمبر صلی الله علیه و گفت که امی امت ما هم که از با زمرای یهودیا میرن، متوجه هستین؟ از این خاطر یا الله میگه شما این کارا را نکنین. افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا به بعضی کتاب ایمان میارین و به بعضی دیگه ایمان نمیارین؟ بسیاری کسا از بهش میگه نماز، میگه خب نماز خوب است، روزه خوب است، حج چطور؟ هر سال میرم. عمره چطور است؟ حالا 2 ماه بعد 3 ماه بعد مگه شب عمره میرم. جهاد نه، نظام اسلامی نه، شریعت الله نه، خلافت عمری، خلافت ابوبکر صدیق، خلافت خلفای راشدین نه، خلافت اسلام نه. چی؟ افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، این عادت یهودیا هست. فما جزاء من یفعل ذلك، میگه پس چیز جزای کسی که فعل میکنه منکم از شما الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر خواری هست در زندگی دنیا، الله خوار و ذلیل میسازش، و یوم القیامت، و در روز قیامت باز اینا چی میشن؟ یردون الی اشد العذاب، به سختترین عذاب اینا برمیگردن. و ما الله بغافل عما تعملون. سبب 14مش یعنی الله به خبر نیست از آنچه که شما عمل میکنین. سبب 14 که خلافت از بنی اسرائیل گرفته شد ترجیح زندگی دنیا به آخرت است. اینا زندگی دنیا را ترجیح دادن به چی؟ به زندگی آخرت. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، الله متعال میگه اینا بنی اسرائیل کسایی بودن که خریدن زندگی دنیا را بالآخرت، با از دست دادن آخرت، فلا یخفف عنهم العذاب، باز از اینا تخفیف نمیشه عذاب، ولا هم ینصرون، باز اینا نصرت نمیشه. 15 سببی که خلافت از اینا گرفته شد از بنی اسرائیل چی بود؟ تکبر بر پیغمبران، تکذیب و قتل از اونا. ای جنایت دیگه از اینا. آیا یا مستحق خلافت هستن کسایی که پیغمبران را میکشن، پیغمبران را تکذیب میکنن، تکبر با پیغمبران میکنن؟ ولقد اتینا موسی الکتاب، و میگه الله متعال میگه یقینا که ما دادیم به موسی علیه السلام کتاب تورات را، و قفینا من بعده بالرسل، بعد از دیگه پیغمبران را فرستادیم، و آتینا و دادیم، و یعنی در عقب موسی علیه السلام دیگه پیغمبران را فرستادیم، و آتینا عیسی ابن مریم، و دادیم به موسی عیسی پسر مریم البینات، دلایل روشن، کتاب واضح، معجزات بسیار خوب، و ایدناه بروح القدس، و این ما تایید کردیم با روح القدس. یعنی یکی از معجزات عیسی علیه السلام این بود که به حکم الله حتی زنده را میگه، زنده را مرده را زنده میکرد. افکلما جاءکم، آل بنی اسرائیل چی میکنن؟ افکلما جاءکم رسول، هر وقتی که بر شما یک رسول بیاید، بما لا تهوى انفسکم، مطابق خواسته های نفسی و خواهشات نفسانی شما نباشه، استکبرتم. میبینید انسان های بیدین عادتشان چی است؟ سر اهل حق چی میکنن؟ استکبار میکنن. ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون، یک تعدادشان را تکذیب کردیم که تو دروغ میگی، غلط میگی، گپ تو درست نیست. و فریقا تقتلون، و یک گروه فرقه دیگه پیغمبران اینا را کشتن. یک تعداد پیغمبران را تکذیب کردن، یک تعدادش کشتن، قتل کردن، به شهادت رساندن. سبب 16 به خاطر گرفتن خلافت از اینا چی بود؟ ادعای قلف بودن قلب ها و لعنت شدن. اینا گفتن قلب ما قلف است دیگه، که اینا هر قدر بگی هدایت نمیشه. این یک خطرناک. و قالوا قلوبنا غلف، یهودیا گفتن، بنی اسرائیل گفتن قلب های ما قلف است، هیچ چیز داخل نمیشه. بل لعنهم الله بکفرهم، بلکه الله لعنت کرد اینا را با کفرشان. فقلیلا ما یؤمنون، بسیار کمی از اینا ایمان نمیآورند. سبب 7 چی بود؟ کفر با کتاب الله، و کتاب الله اینا کافر شدن. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، وقتی که کتاب الله از جانب الله آمد که تصدیق کننده بود با آنچه که به نزد از اینا هست، یعنی قرآن آمد، اول انجیل آمد و وام کافر شدن، باز قرآن آمد و یام کافر شدن. و كانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، امی یهودیا، امی بنی اسرائیل وقتی که در مدینه منوره کت مردم جنگ میکردن یا که دیگه عرب ها جنگ میکردن، باز میگفتن که انشالله پیغمبر آخری خواهد آمد و لشکر از او باز ما را از شما نجات خواهد داد. ای الله ما را توسط آخرین پیغمبرها قدرت بده که باز ما اینا را هلاک بسازیم. یا خودشان بشارت به چی میدادن؟ با آخرین پیغمبرها. فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی که آمد پیغمبر
که تمام صفات از او را میشناختن کفروا بهی، کافر شدن به او. چرا کافر شدن؟ دیدن که این از قوم ما نیست. این قوم پرستا عادتشان، قوم پرستا همیشه کافر هستن. چرا قوم پرست کافر میشن؟ حتی مولوی که از قومش نباشه رو در مسجد نمیمانه، پیغمبر که از قومش نبود به او ایمان نمیره. چرا؟ میگه چرا محمد صلی الله علیه و سلم از بنی اسرائیل نیست. اینمی علت شد که یا کافر شدن. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت الله هست بر کافران. سبب 18 چی بود؟ کفر به خاطر تعصبات قومی. این به خاطر تعصبات قومی اینا کافر شدن. بئس ما اشتروا به انفسهم، بسیار بد است که اینا فروختن نفسهای خود را. به خاطر چی؟ به خاطر تعصبات قومی اینا کافر شدن. چه قسم بئس ما، بسیار ارزش است که اینا اشتروا فروختن به با آن انفسهم نفسهای خود را، ان یکفروا بما انزل الله، ای که کافر شدن به ما انزل الله. اینا کافر شدن چرا؟ بغیان، به خاطر بغاوت و سرکشی. بغاوت، سرکشی. ان ينزل الله من فضله على من يشاء، چرا اینا بغاوت کردن، سرکشی کردن؟ که چرا الله نازل میکنه فضل خود، وحی خود بالای دیگران. چرا به محمد صلی الله علیه و سلم وحی آمده؟ باید در بین قوم ما می آمد، از بنی اسرائیل می آمد. فباءوا بغضب علی غضب، یا برگشتن با غضب، یک دفعه غضب الله به خاطر کفر از اینا، به خاطر قوم پرستی و تعصبشان، غضب دیگه هم. وللکافرین عذاب مهین، و برای کافرها عذاب بسیار اهانت کننده هست که اینا را بسیار توهین میکنن. سبب 19 که خلافت از بنی اسرائیل گرفته شد ایمان به بعض کتاب و کفر به بعض دیگر. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، وقتی که برشان گفته شود شما ایمان بیارین به ما انزل الله که قرآن است و سنت است، به ایمان بیارن. قالوا میگویند نؤمن بما انزل علینا، ما ایمان میاریم تنها با آنچه که به ما نازل شده، یعنی به تورات. و یکفرون بما وراءه، و بعد از تورات به دیگه کتابا، به انجیل هم کافر شدن، به قرآن هم، در حالی که و هو الحق، در حالی که قرآن حق است، مصدقا، تصدیق کننده هست، لما معهم، آنچه که به نزدشان است. قل فلم تقتلون انبیاء الله، برشان بگو خی وقتی که شما اگر ایمان داشتین واقعا و تورات که میگین ما ایمان داشتیم، خی چرا مو پیغمبرای خود کشتین؟ از قوم خودتان از بنی اسرائیل زیاد پیغمبران هم بودند، اما هم شما کشتین. ان کنتم مؤمنین فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین، چرا پدرایتان پیغمبرا را کشتن پیش ازی؟ متوجه هستین وقتی بر فرزندا از اینا ذکر میشه، از اون پدرایتان، چرا پدرایتان پیغمبرایتان کش، خود شما اولاده از اونها هستین، شما در حین خط از اونها روان هستین. سبب 20 گوساله پرستی و ارتداد سبب شد که اینا مرتد شدن دیگه. برای مرتد خلافت دادن همیشه. ولقد جاءکم موسی بالبینات، یقینا که آمد موسی و آورد موسی علیه السلام بر شما بالبینات، دلایل روشن. ثم اتخذتم العجل، بعد شما چی گرفتین؟ گرفتین گوساله را به چی؟ به پرستش. من بعده، بعد از و انتم ظالمون، در حالی که شما ظالم ها بودین، کافر بودین. سبب 21 چی؟ نافرمانی در تطبیق حکم. وقتی که حکم برشان می آمد او حکم دور میکرد. و اذا اخذنا میثاقکم، و وقتی که ما گرفتیم از شما عهد و پیمانتان را، و رفعنا فوقکم الطور، بالای سر شما کوه طور قرار دادیم. خذوا ما آتیناکم بقوه، ای احکام تورات کسی را به قوت بگیرین. و اسمعوا، و بشنوین. قالوا سمعنا، سکن همینجا بیادبی رو شروع کردن، گفتن سمعنا، شنیدیم، و عصینا، نافرمانی کردیم. در اینجا هم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن سمعنا و اطعنا. بنی اسرائیل چی کردن در مقابل موسی علیه السلام؟ گفتن سمعنا و عصینا. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، در قلبهایشان اینها محبت گوساله را جاگزین کردن. چرا گوساله پرستی را خوش داشتن؟ به سبب کفرشن. قل بئس ما یأمرکم، بگو برشان بسیار زشت است آنچه که عمل میکنن با آن ایمانکم، ایمان شما، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن باشین. این خو ایمان نیست که گوساله پرستی بکو، این خو ایمان نیست که مثلا سمعنا و عصینا بگو. سبب 22 که از اینا خلافت گرفته شد این هست که ادعای دروغین تخصیص آخرت با آنها. میگفتن که آخرت مخصوص ما هست. الله متعال میگه برای مؤمنین است. این مؤمن از هر جای باشه، گر در یمنی، چوبامنی، پیشمنی، ور پیشمنی، تو بیمنی، در یمنی، آل اگر تو در هر جای هستی، اروپایی هستی، افریقایی هستی، آسیایی هستی، وقتی که مؤمن هستی
تو بعد دین یا میگن نه 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 نه، یا میگن که جنت و آخرت مخصوص ماست. این دروغ دیگه سر الله تهمت کردن. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله، بر رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که خیر بگو برشان که اگر واقعا شما راست میگین آخرت مخصوص شما هست، من دون ناز به دیگران نیست. فتمنوا الموت، پس تقاضا بکنین موت، آخرت جنت از شما هست، پس مرگ بخواین. این کنتم صادقین، اگر شما راستگوی هستین. سبب چیست؟ ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، اینا هرگز ایره تمنا نمیکنه به خاطر آنچه که دستای از اینا اعمال را که اینا انجام دادن. والله علیم بالظالمین، الله با خبر است از ظالمان. سبب دیگه که از اینا خلافت گرفته شد دشمنی با ملائکه وحی است. با جبریل علیه السلام اینا دشمنی میکنن، میگه جبریل بر ما وحی را درست چیز نکردم. قل من کان عدو لجبریل فانه نزله علی قلبک، بگو هر کسی که دشمنی میکنه با جبرائیل علیه السلام، او بالای تو قرآن نازل کرده به اذن الله، به اذن الله، مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کننده است به آنچه که در مقابل دستانشان است، و هدی و بشری للمؤمنین، هدایت و بشارت است برای مؤمنان. من کان عدو لله و ملائکته، و هر کسی که دشمن باشه به الله و ملائکه و رسولش و جبریل علیه السلام و میکائیل علیه السلام، فان الله عدو للکافرین، الله دشمن از اینا هست. و سبب 25 چی است؟ کفر با آیات و دلایل روشن.